بالاخره یه تاکسی ایستاد و گفتم که 200 تومن حافظیه. گفت نمیخوره. رفت. این گفت نمیخوره. گفتم آقا نمیخوره که نمیخوره. خب چرا اینقدر با عصبانیت؟ یعنی چی؟ خب حالا من بچه هستم ولی کرایه میدم دندقم گرفت من کشیدم آقا. گفت چی تو شده بابا؟ گفتم که آقا نمیخوره که خب نمیخوره ولی چرا اینقدر با یه لبخندی من کرایه‌شو میدم. یه دفعه دیدم این دستش رو کوک کرد و گفت نمیخوره. بعد گفت حالا خوب شد نمیخوره. ما خوردیم به هم و دنده 1-2 رسیدیم به میدون نمازی. از این اتوبوس‌ها اومده بود که وسطش باکس فنر بود. سر اتوبوس پیچید، ته اتوبوس خورد به تاکسی. ما تصادف کردیم. از اون طرف من گفتم ما دیگه نمیرسیم به ورزشگاه. حالا اینم بی‌اعصاب. یه دفعه دیدم راننده تاکسی سرش از پنجره کرد بیرون گفت اتوبوس سرش کرد بیرون گفت تاکسی. خداحافظ شما. ازا کسی حال نداشت بیاد با این کروکی بکشه. یا مثلا یه بار بعدنا که من گواهی نامه گرفتم خودم تصادف کردم توی شیراز و زنگ زدم به افسر گفتم که گفت چطور شده؟ گفتم که چطور میشه؟ تصادف کردم. گفت حالا این موقع و گفتم که تو شیراز یکی از دلایلی که ما شیرازی‌ها خیلی بهمون خوش میگذره واقعا اینه که ما در اختیار زمان نیستیم، زمان در اختیار ماست. به خاطر اینی که مثلا همیشه میگن که یه ذره آرامش بگیرم، مرسی. همیشه مثلا هر وقت یه کاری پیش میاد میگن که حالا این وقت صبح، حالا اصلا این موقع ظهر، حالا دم غروبی، اما حالا شبه، حالا آخر شبی و نمیفهمیم وقت واقعی کیه. ولی کافیه که تم اشغال وسط باشه یه دفعه جمعیت زیادی با هم صدا میزنن بستنی. بعد افسر گفتم که خب حالا شده دیگه، من زدم به 206 گفت حالا میام. این حالا میام یعنی عشق و حال کنی، آبابیج بستنی بزنی، کروکی بکشی، بیمت رو رد و بدل کنی تا من برسم. شاهکارش یه وقتی بود که یه بار یه پیکان زده بود به یه رنو، تصادف کرده بودن. راننده رنو داشت میگفت آقا چراغ زرد بوده، حق تقدم با منه. و راننده پیکان میگفت آقا وقتی چراغ زردی یعنی پات بمال به ترمز، یعنی وایسو، نه که گازش بگی. این کاراتا نصف ماشین رو بردی. دعوا وسط دعوا راننده رنو گفت که ای راست میگی پوینتو برات بگم. من دیدم راننده پیکان رفت زیر فرمون، اومد بالا، یه کفش آورد بالا، گفت که آقا اصلا حال ندارم، این کفش منو بگیر یه تیپوی بکش به خودت. خلاصه ما رسیدیم به ورزشگاه. در ورزشگاه شیراز هیچ استرسی به شما منتقل داده نمیشه، هیچ. به خاطر اینکه گزارشگر ورزشگاه از 90 دقیقه فوتبال 10 دقیقه رو بیشتر گزارش نمیکنه. مثلا نیمه اول میگه مهدی رحمتی کشید زیر توپو، این رفت تا نیمه بعد. یا مثلا نیمه دوم میگه حالا غلام رضایی پاس داد بشی، ای گل. حالا بازی فجر شهید سپاسی شیرازه و صنعت نفت آبادان و 4-5 تا اتوبوس آبادانیای خونگرم درجه 1 با سنج دمام و پرچم برزیل و فلافل بین دو نیمه و عینک ریبن و اینا اومدن و آبادانیای باحال مقیم شیراز. اون طرف هم خب من رفتم طبیعتا تیم خودمون رو تشویق کنم. ما 17 تا 20 تا شیرازی توی آفتاب کیف می‌کردیم. تماشاگرای صنعت نفت عین 90 دقیقه رو واقعا اغراق نمی‌کنم، عین 90 دقیقه رو یه صدا تشویق می‌کردن آبادان برزیلته، آبادان برزیلته، آبادان برزیلته، آبادان برزیلته، آبادان برزیلته، آبادان دقیقه 90 توی وقت اضافه تیم شیراز توپ خورد در و دیوار و تیرک و ای گل، تیم فجر سپاسی یه گل زد. حالا این وسط هم هی من به این تماشاگرای شیراز میگفتم که آقا ما نباید تشویق کنیم. بعد بهم میگفتن که حالا این موقع دقیقه این هم تو وقت اضافه فجر سپاسی که گل زد. یه دفعه ما 20 تا، البته اونا 19 تا بیشتر، شروع کردن به تشویق کردن و گفتن ایتو برزیلته.
ایتو برزیلته و من دیدم که هیجان فوتبال